امروز اومدم یه ترفندهای ساده ماینکرافت که مثلا بعضی تازه کارهای ماینکرافت بلد نیستن رو بگم. مثلا ساخت پورتال ندر رو یه عالم کار دیگه. ببینیم بچه‌ها، اون واسه ساخت پورتال ندر، البته واسه کسایی که بلد نیستن، واسه ساخت پورتال ندر به ابسیدین نیاز داریم. حالا صبر کنیم، به ابسیدین نیاز داریم و فندک. یه دقیقه فقط صبر کنید. به ابسیدین نیاز داریم و فندک. حالا واسه اینکه بتونیم پورتالمون رو بسازیم ما باید به این شکل چهار تا اینطوری ابسیدین رو بذاریم این بالا. حالا وقتی که دوباره 4 تا اومدیم بالا، دوباره بیایم اینجا زینو بکنم. حالا صبر کنیم زینو بکنم. حالا اگه اینطوری بیاد و فندک رو بزنید، اینطوری شما پورتال ندر دارید. حالا اولین چیزی که واسه تازه کارا بود، واسه ساخت ویدر هم شما نیاز به این بلاک دارید. بعدم که اینو گذاشتید، کافیه 3 تا کله ویدر اسکلتون سیاه بذارید روشون و اینطوری ویدر ساخته میشه که خیلی هم وحشی و کشنده و قویه. بله اینم از ویدرمون، ولی مواظب باشید که وقتی درستش میکنید رو سروایور نباشید و بدون وسیله نباشید، چون که واقعا جون میبره. ولی خیلی جونش کمه. ببینید الان 2 تا با دست زدم جونش نصفش کم شد. البته نصفش که نه یکم. خب بچه‌ها، اگه بازم این ویدیو میخواید که آموزش بدم و یه عالم ویدیوهای دیگه بذارم، حتما ویدیو لایک کنین، چنلم ساب کنین تا ویدیوی بعدی. خدافظ.